فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقای عبدالستار پرسیدن بیننده گرامی که قبل از اقامت نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد خواندن درست است یا بدعت؟ نه، چنین چیزی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی ثابت نیست. قبل از نماز فقط یعنی اذان رو داریم و بعد از اذان در واقع اقامه هست و قبل از اقامه و بعد از اقامه هیچ گونه دعایی وجود نداره که انسان اون رو بخواند و درود فرستادن قبل از اقامه یا دعای دیگر قبل از اقامه یا بعد از اقامه هیچ چیزی وجود نداره و این باید توجه بکنند بینندگان عزیز. وقتی که ما این موارد رو در همین قالب شرعی که مشخص شده ما به خدمت شما اینها رو عرض میکنیم، این به این معنی نیست که درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ناجایز هست. و اتفاق جالبی افتاد در زمان حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم. یکی عدسه زد و بعد از عدسه گفت الحمدلله، یک چیز دیگری هم اضافه کرد که لا اله الا الله. حضرت عبدالله بن عمر گفت این کار اشتباهی، کار خلافی رو انجام دادی. گفت من که چیزی نگفتم، من فقط ذکر الله متعال رو گفتم، یک وردی رو من اضافه کردم، ذکری رو خوندم. گفت اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد داده فقط این است که شما باید همون الحمدلله رو بگید. این چیزی که شما دارید در اینجا و مشخص کردید جایشو که قبل از اقامه بعد از اقامه، این کار رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام ندادن. انجام دادن و اختصاص این وقت برای این کار و برای این دعا خلاف شرع و بدعت است. اما در اوقات دیگر شما ذکر بخوانید، دعا بخوانید و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستید، هیچ گونه اشکالی نداره. اما اختصاص زمان و اختصاص یک عبادت در یک زمان مشخص، این از صلاحیت من و شما خارج هست. یعنی ما حق نداریم که یک عبادتی رو بیایم برایش یک وقت مشخصی رو تعیین بکنیم که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون وقت رو برای ما تعیین نکرد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.